بسم الله الرحمن الرحیم. یه مردی آمد خدمت رسول خدا شد که یا رسول الله علمنی عملا، یعنی یه عملی به من یاد بده که 6 چیز گیرم بیاد. ان احبنی الله، اول خدا دوستم داشته باشه. خیلی عربه زرنگ بوده ها، کاش که ما هم زرنگ باشیم، پیش یه عالمی که میریم از او تقاضای موعظه کنیم، نشیم بیر بیر نگاه کنیم. این مرد خیلی وارد بود، گفت یا رسول الله علمنی عملا، یعنی یاد بده مرا عملی که اذا عملتهو، یعنی زمانی که اون عمل رو انجام بدم 6 چیز گیرم بیاد. اول چیه؟ ان احبنی الله، اول خدا دوستم داشته باشه، و الناس، مردم هم دوستم داشته باشه. خوبه آدم یه جوری باشه که مردم دوستش داشته باشه. حدیث نهج البلاغه است، خالط الناس مخالطتن ان عشتم معها حنوا الیکم و ان متم بکوا علیکم. چنان میان مردم آمیزش کنید که تا زنده اید مردم شما رو دوست داشته باشن، وقتی هم مردید براتون گریه کنن. امام یادتونه مردم چقدر دوست داشتن، وقتی هم از دنیا رفت چقدر مردم گریه کردن. حالا خیلی هم میمیرن هیچ که براشون گریه نمیکن. یه بنده خدای مرده و زن بچه‌ش هم خوشحال بودن، از بس بد اخلاق بود. نه، دستور اسلام اینه که ما جوری میان مردم آمیزش کنیم که همه دوستمون داشته باشن، زن بچه آدم همسایه ها، همه وقتی هم مردیش آدم بمیره براش گریه کنن. این خیلی خوبه. این نهج البلاغه بودی حدیث. پس یه مردم هم دوست هم داشته باشن. حفظ کردین؟ سوم ان یسری مالی، بعض مالیم هم دلم میخواد خوب بشه، بعضم خوب نیست، پول دارم بشم. خیلی زرنگ بوده. و یصح بدنی، مریضم نشم. و ان یطول عمری، عمرم هم طولانی بشه. خوب آدم عمر طولانی بکنه در خدمت به خلق. البته اگه عمر آدم مرتع شیطانه، چراگاه شیطانه، روز به روز گناه بیشتر میکنه، از خدا بخواد که خدا مرگش بده. در صحیفه سجادیه یا مکارم الاخلاقه، خدای اگه عمر من مرتع شیطانه فاقبضنی، یعنی منو قبض رو کن برم. خب من به درد نمیخورم که. اما اگر نه، من به درد مردم میخورم، به درد اسلام میخورم، به درد مردم میخورم، عمر طولانی بهم بده. اینو گاهی تا دعاهاتون بگید، بی خدای من اگه به درد مردم میخورم، وجودم مفیده برای مردمه، عمر منو طولانی کن. و اگر نه بو دارم نه خاصیت، نه به درد خودم میخورم نه به درد مردم، فاقبضنی، خدای منو قبض رو کن برم. بله، اینا مطالب اخلاقیه که باید مردم چیزها رو بشنون، آموزنده است. بعضیا میگن خدای من مرگم بده، خسته میشه. منم گاهی خسته میشم میگم، اما درست نیست این حرف. باید در اینجوری دعا کنه، بگه خدایا اگر من وجودم مفیده برای اجتماع، عمر طولانی بهم بده، و اگر عمرم مفید نیست و مرتع شیطانه، چراگاه شیطانه، روز به روز تاریک‌تر، گناه هم بیشتر، فاقبضنی، منو قبض رو کن برم. پس چهارم چی شد؟ عمر طولانی. اول چی بود؟ خدا دوستم داشته باشه. دوم چی بود؟ مردم دوستم داشته باشه. سوم چی بود؟ بعض مالیم خوب بشه. چهارم این که مریضم نشم. پنجم این که عمر طولانی بکنم. چهارم که مریض نشم. پنجم عمر طولانی بکنم. ششم روز قیامت با تو که پیغمبری محشور بشه. چقدر زرنگ بوده. یه عملی به هم یاد بده که در این که اگر اون عمل رو انجام بدم، عربیش اینه ان احبنی الله و الناس و ان یسری مالی، با 3 نقطه، و یصح بدنی
و یطول عمری و ان یحشرنی الله معک یوم القیامه. حضرت فرمودن هر کدوم اینا یه نسخه جدا میخواد. بعضی پیرزن‌ها دکتر که میرن، دکتر دندون رفت، حالا به دکتر دندون میگه آی دکتر چشم یه خورده آب میاد ازش. اون مربوط بری پیش دکتر چه، اون نسخه جدا میخواد. آقا این قلبم هم یه خورده ناراحته، پام هم گیر نداره، معدم هم قرقر میکنه. مثلا دکتر میگه آقا خانوم من دندون سازم، شما راجع به دندون با من صحبت کن. اگه جای دیگه عیب داره پیش دکتر دیگه برو. دکتر چشم سوا داره. اگه قلبت ناراحته به دکتر قلب مراجعه کن. پروستات سوا، هر چیزی دکتر جدایی داره. تو میخوای با یه نسخه، حالا این بنده خدا میخواد با یه نسخه 6 تا چیز گیرش بیاد. حضرت هم فرمودن نه، هر کدوم یه نسخه جدا داره. اگه میخوای خدا دوست داشته باشه باید با تقوا بشی، چراغ قرمز نری. نه این چراغ قرمز میگم، چراغ قرمز دین. این چراغ قرمز هم نباید بری، قانون جمهوری اسلامی رو باید مراعات کنی. یه وقتی کسی منو سوار ماشین کرده و چند سال پیش چراغ قرمز میخواست بره، گفتم آقا نرو. گفت آقا شما هستین اب نداره. گفتم من هستم بدتره. فهمیدم این اصلا قصد قربت نداشتی منو سوار کرده برای اینکه چراغ قرمز بره. مردم فوش میدن، یه روحانی رو ببینن خلاف میکنه. من جلوشو گرفتم نذاشتم بره. گفتم آقا بده، من هستم بدتره. جمهوری اسلامی احترام داره، چراغ قرمز نباید بری. پس اگه بخوای خدا رو دوست داشته باشی باید با تقوا همون این که چراغ قرمز دین رو مراعات کنی، چراغ سبز رو بری، چراغ قرمز هم ترمز کنی. یعنی حرام رو نکنی و حلال رو به جا بیاری. منتهاش البته این افرادی که با تقوا هستن، اینایی هم که چراغ قرمز ترمز میکنن دو جورن. یه وقت هست که از ترس جریمه ترمز میکنن، این خیلی چنگی به دل نمیزنه. یا احترام به قانون جمهوری اسلامی میذارن ولو مأمور راهنمایی هم نیست، 2/2 هم هست، کسی نمیبینه و علاوه ماشینی هم از اون طرف چراغ سبز نمیاد، میشه رفت. اما این احترام به قانون میذاره و وای میسه. من در سوریه سفر دیدم، از پشت اون هتلی که بودم در 15 سال پیش دیدم 2/2 ماشین پشت چراغ قرمز وایساده، با اینکه نه مأموری هست نه چراغ سبز ماشین میره. فهمیدم این داره احترام به قانون میذاره. این خوبه. دین هم همینه. یه وقت ترس جهنم شما نماز صبح میخونی که اگه نخونی میری جهنم. این خیلی چنگی به دل نمیزنه. تعظیما لله، برای اینکه این خدا بزرگه، این همه خدا به من نعمت داده، مستحق. لذا امیرالمومنین چی میفرماید؟ چی عرض میکنه به خدا؟ الهی ما عبدتک که خوفا من نارک، خدایا من از ترس آتش عبادت نمی کنم، ولا طمعا فی جنتک، طمع به بهشتت هم ندارم، لکن وجدتک مستحقا للعبادت فعبدتک، تو رو یافتم مستحق عبادت کردم، خودتو میخوام. احترام این نماز شب خوندن برای اینکه برم بهشت و حوری و مقامات بهشتی پیدا کنه. وقت نه خدا رو میخوام. اون خوبه. یه وقتی خدمت آیت الله خونساری بودیم، تقاضای موعظه کردیم با طلبه ها، فرمودن نماز رو برای خدا بخونید نه برای ترس جهنم. یکی از موعظه‌شون نماز اول وقت بخونید، موعظه کردن. سوره قد افلح المؤمنون رو بخونید که عاقبت به خیر بمیرید. سوره قد افلح المؤمنون رو انسان زیاد بخونه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تا اگه میخوای خدا دوست داشته باشه چی؟ تقوا اختیار کن. یعنی گناه نکن، چراغ قرمز دین رو مراعات کن. هر جا که دید چراغ قرمزه ترمز کن. حرام نخور، غیبت نکن، دروغ نگو، به نامحرم نگاه نکن. بله اینه و خدا دوست داره. اگه میخوای مردم دوست داشته باشن، اون یه نسخه جدا داره و اون طمع به مال مردم نداشته. با مردم خوش حسابی کنی، اذیتشون نکنی، همسایه‌تو
همسایه 20 داره با شما، همسایه از شما یه بدی ندیده، او قهرن دوست داره. اما اگر نه صداتو بلند میکنی، بچه‌ها شیطونی میکنن، توپ تو خونه اونا پرت میکنن، اونا ناراحتن، خب قهرن شما رو دوست ندارن، میگن اگه بشه اینا از این محل برن. یه کاری کنید مردم دوست داشته باشن. اگه آزار ما به مردم نرسه قهرن، مردم ما رو دوست دارن دیگه. این دو. سوم چی بود؟ اگه میخوای مال زیاد بشه ریزش داشته باش، دست بده داشته باش. اینا که دست بده دارن سر سال خمس میدن یا به فقرا میدن یا زمان جنگ به جبهه خدمت میکردن، اینا هی مالشون زیاد میشه. اثر مثل درخت مو، هرس که میکنن سال دیگه انگور بیشتر میده. اما اگر هرس نکردن اونجور نیست، باید شاخه‌های انگور رو بذارن تا این خوب میوه بده. پس اگر میخواین مالتون زیاد بشه ریزش داشته باشید. حتی اگر یه قصه ای وقت گفتم براتون از آیت الله مشکینی قم، امام جمعه قم آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان، در طلبگیشون به آقای اوسطی فرموده بودن من 5000 بیشتر پول نداشتم. 5000 یه طلبه رسید که آقا 5000 داری به من قرض بدی. ما هم دادیم 5000 خودمون دادیم به دست خالی. یه چند قدم که رفتیم یکی از همشهریامون مشکین شهر، آیت الله مشکینی اهل مشکین شهره که اطراف اردبیله، به ما رسید و با ترکی با ما سلام علیک کرد و کیفی آخچیدی رو، حالی نجدی رو، الحمدلله نه. بعد خواست خداحافظی کنه، یه 5 تومانی با ما مصافحه کرد. 5 تومن هم خیلی بوده 40-50 سال پیش. 5 تومن دیدم عجب، ما 5000 دادیم 5 تومن جاش اومد. من جا بالحسنه فله عشر امثالها، یکی بدی 10. یه چند قدم که رفتیم باز یه طلبه رسید آقا 5 تومن شما داری به من قرض بدی. ما همون 5 تومن رو دادیم به او. باز یه چند قدم که رفتیم یکی از همشهری‌ها رسید سلام علیکم اینا و کیفی آخشدی رو، حالی نجدی اینا، ترکی با اون ما گفتیم الحمدلله. 50 تومن با ما مصافحه کرد. قدیما رسم بود به علما و به طلبه ها، تاجرها پولداران میرسیدن یه مصافحه میکردن. 50 تومن دیدیم عجب، ما 5 تومن دادیم 50 تومن جاش، هر چی بدی جاش میاد. طمع را نباید که چندان کنی که صاحب کرم را، تا اونجایی که طمع نداری خدا بهت میده. همچی که طمع بکنی یهو در بسته میشه. طمع از جنود جهله، آدم نباید طمع داشته باشه. البته یه طمع هست که از جنود عقله، چون عقل 72 تا لشکر داره، جهلم 72. اون وقت طمعی که از جنود عقل طمع به رحمت خداست. لا تقنطوا من رحمت الله، طمع داشته باشین رحمت خدا. ولی طمعی که از جنود و لشکر جهل، طمع به چیه؟ به دنیا، طمع به پولدارا میرسم، طمع دارم که او به من کمک بکنه. این چند تا بود؟ 3 تا. 4. میخوای مریض نشی روزه بگیر. خب اون اومده سوال میکرد یه عملی به من یاد بده که 6 چیز گیرم بیا. 4مش چی بود؟ و در این حدیث داره روزه بگیر و روزه واقعا هم عجیب برای سلامتی ما. من ماه رمضان که روزه میگیرم بعد ماه رمضان نشاطی دارم، سرحال ترم. اصلا روزه لذا در هر ماهی ائمه ما صالح اجمعین 3 روزه میگرفتن، مقید بودن. اگر کسی 3 روز در هر ماه روزه بگیره ثواب روزه دهر داره، روزه دور عمر داره. برای سلامتی خیلی خوبه روزه. ولی در بعضی روایات داره برای سلامتیتون صدقه بدید. اگر برای سلامتیتون صدقه بدید خوبه. این صدقه خیلی خوبه برای سلامتی ها. اگر میخواهی مریض نشی در این روایت داره روزه بگیر، ولی بعضی روایت داره چی؟ صدقه. داو مرضاکم به صدقه. من یادم قدیم مریض که میشدم 5-6 سالم بود، پدرم 2000 پول نقره بود اون زمان ما. پولا نقره بود، حالا نقره نیست. 2000 هم خیلی بود، میداد زیر متکای من، صبح میداد مستحق. من حالم جا میامد.
شنیدم بعضیا قدیم نسخه رو میرفتن قیمت میکردن، پول نسخه هم که گرون نبود مثل حالا، یه قرون 2000 3000 5000. دکترا ویزیتشون 5000 بود. ما بچه بودیم 5000. دکتر عینکی بود خیابان مولوی 5000 میگرفت، ویزیتش 5000 بود. نسخه ها میرفت نسخه رو قیمت میکرد، عین پول اونو میداد مستحب، مریض خوب میشد، اصلا دوا رو نمیخرید. من شنیدم نسخه رو قیمت میکرد، عین پول او رو میداد مستحب. اینا مطالبی ها. صدقه خیلی خوبه، مقید باشید. مریضاتون رو صدقه یه پولی بذارید زیر متکاش. حالا زمان ما 1000 تومان 2000 تومان 5000 تومان 10000. گاهی هم گوسفند درش بکشید، گوشتشو بدید در خونه این مردمی که واقعا قدرت خریدن گوشت ندارن، آنن این مریض شما خوب میشه. اما پنجم، اگه میخوای عمر طولانی بکنی یه صله رحم کن. اینقدر خوبه خواهراتون رو برین گاهی سر بزنین، خواهراتون شوهر کرده اینقدر خوشش میاد بردرش بره خونه، مادر، پدر، عمه، خاله، اینا رو دقت کنید. اگه وضع مالیتون هم خوبه، وقتی میرید صله رحم یه کمکی هم به اون عمه‌ای که بیوه زنه و شوهر نداره و بچه داره، اگه وضع مالیتون خوبه یه پاکتی هم براش ببرید. دست خالی هم دیدن مریض نرید، قوم خویش هم که میرید یه چیزی هدیه‌ای ببرید. اما ششم، اگه میخوای روز قیامت با من محشور بشی سجده زیاد بکن. سجده، نمازاتون و سجده های نمازتون هم طول بدید. یه سبحان ربی الاعلی و حمده نگید، یه صلوات هم بهش اضافه کنید در سجده، در رکوع. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. نمازی که توی صلوات نداره این نماز همچین چنگی بدن. من خوشم نمیاد پیش نمازایی که میگن سبحان ربی الاعلی و حمده پا میشن. صلوات هم بفرستن در رکوع در سجده. آیت الله مهدوی کنی خوشم میاد، نماز که میخونه ما رمضان تو رادیو میذارن سحر یه چی و صلی علی و رب صلی علی محمد. قنوت هم که میخونین پیش از قنوت یه صلوات، بعدش هم یه مستحبه. اصلا صلوات اگه بخواین دعاتون مستجاب شه همیشه دعا که میکنید یه صلوات اول بفرستین، بعد دعا کنید، بعد از دعا باز یه صلوات. اون صلوات مستجابه. وقتی دعای اولی مستجاب آخری هم مستجاب و وسطی هم خدا میگه اینم مال تو، خیرشو ببین، اینم مال تو، دو تا معامله کردی سود بردی، حالا اون وسطیش هم. پس اگه میخوای عمر طولانی بکنی صله رحم کن. تو صله رحم آدم بکنه، اون عمه و خاله بی وضاحت که بهش رفتن دیدنه دعا میکنه، یه خدای عمر برادرزاده‌مو زیاد کن. خواهره میگه خدای عمر داداشمو زیاد کن. شما عمر 30 سال اضافه میشه، روایت داره. اگه بنا شده شما 40 سال عمر کنی 70 سال عمر کن، چون صله رحم کردی. بعضیا با رحمشو قهر میکنن. الان من سراغ دارم افرادی، بله یه خواهر سراغ دارم 3 برادر اصلا نمیان سراغ. عجیبه. افرادی با مادر یه کسی چند سال قهر بود، اینا عمرشون کمه. کسانی که قطع رحم میکنن 30 سال عمرشون کم میشه، باید 70 سال عمر کنه 40 سال عمر کنه. قطع رحم در یه روایت داره که با قطع رحم رفاقت نکنی. قاطع رحم یعنی کسی که با برادرش خواهرش رفتن با او، زیرا ممکنه عذاب بیاد، چون در 3 جا مورد لعنت قاطع رحم و ممکنه عذاب بیاد شما رو هم بگیره. علا ایالن اگر میخواید با پیغمبر صلی الله علیه و انشالله محشور بشید چیکار کنید؟ سجده. یا خدا برکت بده به حدیث. حالا من می‌خواستم خودم آقا سخنرانی کنم، این سخنرانی ها خیلی سنگی به دل نمیزنه. حدیث خوبه، لذا ائمه ما فرمودن که حدیثای ما رو برای مردم بگید. لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگه مردم محاسن کلام ما رو ببینن از ما پیروی میکنن. اینقدر حدیثای خوب که این کتاب هست. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده. انشاءالله همه انقلاب ما به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام متصل بشه. انشاءالله مسلمان ها در همه جای دنیا از شر دشمن نجات بده، مریضان خدا شفا بده.
آقایتون رو ختم به خیر بفرماید و صلی الله علی محمد. الله 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 الله